گلنورا هر صبح ساعت 5 به جای کارش حاضر می شود. او در بازار دهقان پایتخت میوه می فروشد. 14 ساعت کار می کند تا مبلغ به دست بیارد. سال هر روز دام گیریم نمورم فرزندامون ای مکتب سینفاش معلماش پدرکه میبرن چی میبرن ما کنه نتونیم دام گیریم. ما این روزا سودا میکنیم. این زنی 28 ساله با پسر خردسالش در خانه اجاره زندگی می کند. تمام خراجات روزگار به ذمه اوست. میگوید نفری نیست که با آنها کمک کند. با امید زحمت میکشد یگانه پسرش را تربیت کند تا در آینده تواند حداقل در روز مادر استراحت کند. ما که کوشش میکنم همه همین زحمت چیزام که مثال بچه‌م اگانچ تنقیسی نکشه مثال 3-4 فصلی هسته لباسای همون فصلش مثال پولی معلمش بخچه‌اش با اینا 8 مرتبه پولی پدرکای معلمش. گلنورا میگوید اختصاص پزشکی دارد ولی با معاش دولت نمیتواند زندگیش را تأمین کند. مثال 800 سوم کوارتیر میتیم 200 سوم بخچه میتیم با 50-60 به دست معلمش هر موقع که بچه ما خوش رو نگاه کنه مثال خودمون هر روز 10 سوم عبید میکنیم در بزرگ همه همینا ما همین حسابی همین بزرگ ما از خودمان همش همین مهنت خودمون مثال چی میکنیم و اگمون یاردم میکدگی خیل پول میفرستوندگی خیلی نداریم. شرافت بابا رحیموی 63 ساله هم امروز به بازار برآمده است. گل می فروشد. اما با فرق از گلنورا او را نه مشکل روزگار بلکه هوا و هوس وادار کرده است تا محصول دستش را پیشکش مردم کند. گلای کاریدگی من آدما گیرد و خرسند شوند. همین گلای تاکچه هاشون به من یاد کنن که اصلا خالم همین گلای خریدم گفته. به خاطر همین خاله شرافت 3 فرزند است و از دیروز به او تحفه ها آوردند. زندگیم نقص فرزندام همش کارگرن. یک تا یگانه پسر دارم. امیده به کار میکند. خدا بازار امروز پسرم هم در کار هست. سحر کتی من تبریک کرد.